سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: سفر معاون اداری رئیس وزراء به ننگرهار و بررسی وضعیت برگشت کنندگان به کشور، تایید سیستم الکترونیکی مدیریت مکتوب‌ها و اسناد اداری ادارات دولتی، و آمریکا در حال کاهش نیروهای نظامیش در آلمان. امروز پنجشنبه دهم ماه ثور سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزراء در رأس یک هیئت به ولایت ننگرهار سفر کرده است. آقای حنفی وضعیت برگشت کنندگان در زون شرق و روند اسکان دائمی آنان را ارزیابی کرده و هدایات لازم را برای ارائه خدمات بهتر به مسئولان ارائه داده است. معاون اداری رئیس وزراء همچنان هدایت داده که وزارت‌های مربوطه در توزیع نمرات، ساخت جاده‌ها، حفر چاه‌های آب آشامیدنی و دیگر زمینه‌ها هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد. در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، سیستم الکترونیکی مدیریت مکتوب‌ها و اسناد اداری ادارات دولتی تایید شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که پس از ارزیابی جامع این سیستم به وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلومات هدایت داده شده تا آن را به گونه تدریجی تطبیق کند. با گفته این معاونیت، با تطبیق این سیستم هماهنگی میان ادارات دولتی تقویت شده، شفافیت، سرعت و امنیت ایجاد می شود. از جعل، فساد و ضایع وقت جلوگیری به عمل می آید. اصل ارقام دقیق و حسابدهی تقویت و گام اساسی به سوی حکومتداری الکترونیکی برداشته خواهد شد. در عین حال در این سیستم برای مراجعین نیز سهولت‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه مولوی عبدالولی حقانی در یک نشست آگاهی دهی در مورد موثریت واکسن گفته است که در 3 ماه نخست سال میلادی جاری موارد بیماری‌های قابل پیشگیری از طریق واکسن به گونه چشمگیر کاهش یافته است. وی بر تلاش مشترک نهادهای همکار برای تطبیق واکسن تاکید کرده و افزوده است که هنوز هم در برخی مناطق دوردست به دلیل موجودیت مشکلات کودکان از دریافت واکسن محروم می‌مانند. و در آخرین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که دارایش در حال بررسی احتمال کاهش نیروهای خود در آلمان است و در آینده نزدیک در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. اعلام کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که فردریش مرتز صدراعظم آلمان با اشاره به جنگ آمریکا و ایران گفت که آمریکا در این جنگ توسط ایران تحقیر شده است. گفتنی است که آلمان یکی از کشورهایی است که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند و تعداد آنها تقریباً به 33900 نفر می‌رسد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.